پرستار بودم و با جون و دل کار میکردم. تو زمان کرونا همه فامیلمون بهم زنگ میزدن که برای تزریقات برم خونشون که نخوان برن تو محیطای آلوده بیمارستان. داشتم واسه دوستم تعریف میکردم که گفت فرنوش بیا بزنیم تو سایت دیوار وقتایی که شیفت نیستیم بریم تو خونه ها تزریق. فشار مالی خیلی روم زیاد بود. مجبور بودم قبول کنم. آخه پدرم فوت شده بود. خرج مادرم و 2 خواهرامم با خودم بود. اوایل ترس داشتم تنها برم. مرزیه پایین میموند و من میرفتم تزریقات مریضا رو انجام میدادم. گاهی وقتا هم من میموندم پایین و مرزیه میرفت تزریقات رو انجام میداد. درآمدمون خوب بود. ولی چون نصف میشد فایده نداشت. یه کمی که اعتماد به نفس گرفتم و ترسم ریخت دیگه تنهایی میرفتم. من و مرزیه دیگه ترسی نداشتیم. یه جورای اعتماد به نفس گرفته بودیم. اون برای خودش آگهی جدا میزد و منم برای خودم جدا میزدم. درآمد جفتمون خوب شده بود. یه روز تلفنم زنگ زد و یه آقای جوونی بود. گفت خانم حالم خیلی بده. اگه میشه زود بیاین بالای سر من. حتما هم با خودتون همه چی بیارین. من همیشه دنبالم سرم و داروهای تقویتی بود. سرمو که تزریق کردم از لبای خشکش فهمیدم که هیچی نخورده. آخه هیچکس تو خونشون نبود. نمیدونم چه حسی اومد سراغم. دلم سوخت براش. احساس کردم خیلی بیکسه. ازش اجازه گرفتم گفتم میتونم براتون یه سوپ درست کنم؟ گفت اگه این کارو بکنی که خدا خیرت بده. چند روز هیچی نتونستم بخورم. اصلا نداشت. سوپ براش درست کردم و بهش دادم خورد. اون روز نتونستم چند جا برم. اما خوشحال بودم از کارم. روزای بعدم بازم بهم زنگ میزد. میرفتم سرم و تقویتی براش میزدم. اما تماسای رضا دیگه ادامه داشت. اولش برای تشکر زنگ میزد. وقتی مطمئن شد مجردم پیشنهاد دوستی بهم داد. در حد تلفن قبول کردم. از شرایط کاریم راضی بودم. شیفتای بیمارستان رو میرفتم. وقتی هم بیکار بودم میرفتم تزریقات انجام میدادم. تا اینکه یه روز صاحبخونه‌مون بهمون زنگ زد. مامانم گفت صاحبخونه زنگ زده و گفته باید خونه رو خالی کنی. تو اون شرایط کرونا خیلی سخت بود برامون جابجایی. اجاره ها به شدت سنگین شده بود. چند تا بنگاه سر زدیم. خیلی وضع خراب بود. خیلی ناامید شده بودم. داشتم تو خیابونا برای خودم قدم میزدم. یهو دیدم رضا زنگ زد. رضا از زندگی من با خبر بود. میدونست شرایط مناسبی نداری. گفت چته؟ گفتم هیچی. گفت بگو ببینم چته؟ چرا انقدر بی‌حوصله‌ای؟ جریان رو بهش گفتم. گفتم صاحبخونه جوابمون کرده. یهو دیدم داره میخنده. گفت این که قصه نداره. خونه من طبقه بالا خالیه. بیاین پیش من. من تنهام. اجاره‌ام نمیخواد بدی. منم از تنهایی اینجوری در میام. باور کردنش برام خیلی سخت بود. مجبور شدم برم جریان رو به مامانم بگم. از اولش براش تعریف کردم. مامانم استقبال کرد. رفتیم خونش رو دیدیم. طبقه بالا تکمیل بود. حتی نیاز نبود ما وسایل کهنمون رو ببریم. اما مامانم برای روز مبادا وسایلمون رو گذاشت تو زیر زمین اونا و زندگی ما با رضا شروع شد. مامانم گفت دخترم حواستو جمع کنی یا یه پسر مجرد تنها هم هست. حواست باشه برامون بی‌آبرویی درست نشه. گفتم مامان این چه حرفیه؟ مگه تو منو نمیشناسی؟ یه 2 ماه گذشت. مامانم وقت غذا درست میکرد برای رضا هم میپخت. یه روز رضا نشست برامون تعریف کرد که چه بلایی سرش اومده. رضا تک فرزند بوده و پدر مادرش رو توی مسافرت از دست میده. همه فامیلاش یه شهر دیگه زندگی میکردن. رضا از 15 سالگی پدر مادرش رو از دست میده و خودش تنهایی زندگی میکنه. حاضر نشده بره خونه کسی. نخواسته زیر بار منت کسی باشه. در واقع رضا شد پسر مامانم. ما هم شدیم خانوادش. اونم خیلی خوشحال بود. نزدیک 1 سال بود که با همدیگه داشتیم زندگی میکردیم. یه روز که رفتیم بیرون دوتایی خیلی رمانتیک مثل تو فیلم‌ها حلقه گرفت جلوم و گفت فرنوش با من ازدواج میکنی؟ راستش خودم از قبل بهش علاقه‌مند شده بودم. یه جورایی بهش عادت کرده بودم. آخه خیلی پسر خوبی بود. همونجا جواب بله رو بهش دادم. چون صداقت و پاکیش بهم ثابت شده بود. بابای رضا قبل فوتش سوپری داشته.
رضا هم شغل باباشو ادامه داده بود. درآمدش خوب بود. از همه مهمتر خانواده من خانوادش بودن. خیالم از بابت اونا هم راحت بود. من روزی 1000 بار خدا رو شکر میکنم که رضا رو سر رام قرار داد. رضا هم معتقده که من فرشته نجاتش شدم. درسته کرونا خیلی ترس داشت و جون خیلی از عزیزای خانواده ها رو گرفت. ولی خوشبختی و روزی من و خانوادم رو به همراه داشت. برای همه آرزوی خوشبختی میکنم.